سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من کیمیام. امروز اومدیم با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری توی خونه یه چتری پرده‌ای حرفه‌ای بزنیم. برای چتری پرده‌ای زدن حتما با دو تا کار رو انجام بدین. یکی این که همون کوتاهیشه، کار دیگه که باید بکنین استایل کردنشه که از کوتاهی خیلی مهم‌تره، یعنی کل خوشگلیش به استایل کردن. خب بریم بهتون معرفی کنم که برای چتری زدن به چه وسیله‌ای نیاز داریم. اول از همه که به یه قیچی نیاز دارین که من چون قیچی دیگه ای نداشتم از قیچی خیاطی استفاده کردم، ولی شما میتونید از هر قیچی که توی خونه داشتین استفاده کنید، مثلا مهم نیست که چه قیچی. بعد یک شون دنباریک لازم داریم، اگر داشتین که چی بهتر، اگر نداشتین که توی خونه هر چیزی که سرش اینجوری تیز بود اوکی میتونین بردارین. استایل کردن چتری پرده دو تا روش داره که یکیش با اتومو که فکر میکنم خیلی راحت باشه برای مبتدیایی که توی خونه میخوان انجام بدن، گزینه مناسبیه. روش دیگه‌ش هم با سشواره که اینو حرفه‌ای بهتر میتونن انجام بدن، یا کسایی که خیلی با سشوار کار میکنن. شما یک برس و گیره مو هم لازم دارید. من چون موهامو از قبل برس کردم و این شاله رو بستم نیاز به برس و گیره ندارم، ولی برای این قسمت‌های موتون که نه یا جلو یا قاطی نشه بهتره که گیره ببندید. خب بریم که شروع کنیم. اول از همه میخوام تقسیم بندیشو بهتون بگم که باید یه فرق باز اینجوری باز کنید که من از قبل باز کردم، یه فرق وسط باید باز کنین و یک مثلث از این قسمت تا اینجا. ببینید من از قبل باز کردم، ولی خب این حجم، خب این حجم جدا میکنیم و این برسر دقیقا همینجوری جدا میکنیم. ببینید از این قسمت تا این قسمت. بعد از این که جدا کردیم دوتایی رو اینجوری دست بزنیم تا مطمئن بشیم که یک اندازه از حجمی که برداشتیم. در ادامه این تا اینجای گوش یه حجم اینقدی خیلی کم، خب اینجوری برداریم. ببینید من از قبل برداشتم، یه حجم خیلی کم برداریم تا اینجای گوش. بعد از اینکه قسمت جلوی مو رو جدا کردین با گیره بقیه ما رو ببندین که توی دست و پاتون نیاد. از این قسمتی که جدا کردین نصفش رو یک هفته دیگه برمیدارین. ببینید اینجوری به این شکل یه هفته دیگه هم از اینجا برمیدارید، یک مثلث اینجوری از وسط سر. خب بعد از اینکه این مثلث بالای سر رو جدا کردیم تا جایی که دوست دارین میتونین اینو کوتاه کنین. بعضیا پیشونیشون بلنده، دوست دارن توی ابروهاشون بیاد، توی چشماشون بیاد، ولی من چون پیشونیم کوتاهه دوست ندارم توی چشمام بیاد، یکم کوتاه‌تر می‌کنم، وگرنه که اصلش تا جای بینی. خب موها رو تا اینجا کوتاه میکنیم. فقط امیدوارم که خوشگل بشه چون تا حالا چتری نزدم. خب بعد از اینکه قسمت وسط جلو رو کوتاه کردیم، این مثلثی که برداشتیم رو بزرگتر میکنیم، یعنی ببینید یه حجم دیگه از کنارش میگیریم. دوباره دست میزنیم که حجمش یک اندازه باشه، الان این حجمش زیاده. بعد از اینکه این مثلث رو جدا کردیم دوباره شونش میکنیم و این قسمت قبلی که انقدر کوتاه کردیم و یه بند انگشت میایم پایین‌تر، لایه دوم رو کوتاه میکنیم. یعنی اگر این بالای بینیمه این باید زیر بینی کوتاه شه. ببینید این قسمت. خب لایه بعدی رو اینجوری کوتاه کردیم، لایه های بعدی رو به همین ترتیب پی پایین و پایین تر کوتاه میکنیم. الان من ادامه 7-8 اینجا. ببینید اینو باز یک بند انگشت پایین تر باید کوتاه کنیم. ببینید اینجا. خب لایه های کنار سر که گذاشته بودیم با حجم کم رو در آخرین مرحله تا اینجا کوتاه میکنیم. بعد از اینکه لایه ها رو هر یه بند انگشت به سمت پایین کوتاه کردیم، اول مثلث بالای این رو به این سمت شونه میکنید. ببینید چون طبقه ای کوتاه کردیم این شکلی شده، باید این خطش رو صاف کنید، یعنی اینجوری اوریب قیچی میکنید به سمت این لایه بالا. حالا توشم یک ذره قیچی میکنم که از حالت یک دست بودن در بیاد. این قسمت هم همین کار میکنم.
دوباره چون حس میکنم این هنوز صاف نشده. خب ببینید این خطش صافه. اینو باید انقدر کوتاه کنین اوریب تا اینجوری کج بشه. این هنوزم جا داره. ببینید باید این شکلی بشه. تا حالا بچه ما اون چتری نزدم. امیدوارم که بهم بیاد. اینو بعد از استایل کردن میفهمم که بهم میاد یا نه. خب ببینید بچه‌ها بدون استایل فقط کوتاهی این شکلی شد. خب حالا بریم که استایلش کنیم. یه اتومو برمی‌داریم این شکل روی مو میگیریم و یک تاب کوچیک به سمت بیرون. ببینید این قسمت برعکس به اون سمت فر میخوره. دوباره اتو اینجوری میگیریم و به سمت بیرون یک تاب خیلی یواش این سمت رو به بیرون تاب میدیم. خب بچه ببینید استایل کردن با اتومو این شکلی میشه، ولی خودم استایل با سشوار بیشتر دوست دارم. ببینید این شکلی میشه. بریم که با سشوارم استایل کنم. من الان با سشوار حالت دادم. دوباره خطش رو باز میکنم. خب این استایلش با سشواره همونطور که گفتم پوفی تر وای میسته. ببینید بچه این کنارهای صورت هم میتونید فر کنید. من این وسط رو خیلی کوتاه کردم چون دوست داشتم چند تا تار بریزه توی صورتم، بقیه رو بدم کنار. چتری پرده خیلی خوشگله، فقط برای دو دسته از افراد اصلا مناسب نیست. یکی این که کسایی که حوصله ایمون ندارن توی صورتشون بیاد، چون این همش تو چشمه. ببینید و گزینه بعدی برای کسایی که خواب موهاشون فرق داره. ببینید من الان خواب موهام هر چی میدم به انسان دوره میاد این بر. برای کسایی که خواب موهاشون همیشه به یک طرف فرق کجن فکر نمی‌کنم زیاد خوب در بیاد، چون چتری همش یا این بر یا خب اینم از ویدیوی آموزشی امروز. من همیشه کامنت ها رو میخونم، توی کامنت ها برام بنویسین که ویدیوی آموزشی برای درباره چی باشه.